سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. من امیررضا هستم. اومدیم با یک ویدیو جدید دیگه. آقا پیکاپ لا 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 لا. بچه خیلیاتون گفته بودید چجوری بیایم ماشین رو رنگ کنیم و از این داستانا. بچه به این فروشگاه میاد که نقشش هم میشه. ایله خونه کجاه؟ خونه اینو. بچه خونه اینه. اینها که اچ اولش نوشته او اچ او. اونا خونه تونه. بهش کجا این فروشگاهه؟ فروشگاه اینجا بچه که ما سلام هم به بچه ها بدید. سلام. اینجا سلام هم داد. خب بریم حالا. نه حالا بذار بعدا بهت میگم. باسه میاد این قسمت بچه ها. خلاصه میشه اینجا شما ماشینتون رو این داخل پارک میکنید. میید اینجا باز شود، دیده شود، درها همه باز شود. بچه میید اینجا روی این کتاب رو سرچ میکنید. عکس یه ماشین اسپری داره. شما میذارید رو ماشین. اگه میخواید ماشینتون رو خودش رو رنگ کنید، بدنه رو. اینجا رنگ‌ها مختلف داره و از این داستانا. اگه نمیخواید ماشین رنگ کنید، میخواید رینگار رو رنگ کنید، میاد کجا؟ بخش اشتباه شد. میاد روی اسپره برای رینگاه. میتونید سفید، حالا قرمز، زرد. من زرد انتخاب کردم که اینجوری میشه. من زرد و ماشین و اینا بدن رو زرد کردم، رینگم زرد کردم. شده چیز قشنگیه. میتونید از این مدل هم استفاده کنید. خب بچه ها میریم برای دومین چیز که من الان میرم اونجا پیش تعمیراتیه که میتونید فرمون و این چیزا بخرید برای ماشین. میرم الان اونجا، تو نقشه بهتون نشون میدم که کجاه. خب بر بچه های گل دوباره سلامی دوباره. و این بچه ها من اومدم رنگ رو بهتون آموزش دادم. اومدم الان چیکار میکنم؟ وسایل بتونید بخرید. دقیقا لوکیشنش هم اینجاه. زیره میبینید یه چیزی نوشته. خب بغل اچ او دقیقا اینجا پی آره اونجا باید برید. این قسمت که اینجا رو بزنید، فرمون دیگه، بنزین میتونی بخری. بچه نمیدونم چرا نمیشه بخری ازش، ولی خب شاید از شما بشه، چون من یه مشکلی داره دیگه. لاستیک و وسایل قطع داخل ماشین و کاپوت جدید و فرمون و از این چیزا. خب بذار ببینم. این فرمون جدیدی که من برای تو خریدم ایلیا. خب بچه حالا من توی ویدیو کوتاه یه دونه چی میذارم، موتور رو روشن کنیم. موتور رو یه جای مخفی که میتونید فرمون نو پیدا کنید. از این برند خوبا اینجا میتونید پیدا کنید. خب اینم بود از اینجا. من اینجا قطع میکنم. رسیدم به اونجا بهتون نشون میدم که ماشین مخفیه. بهش میگم کجا دقیقا. خب بچه اومدم من الان اینجا میخوام بهتون نشون بدم، یه توضیح بدم موتور چجوری روشن کنید. بچه ها میاد اینجا دقیقا این نسبت میبینی یه پایه موتور روشن. اینجا زیر موتور چی داره؟ اینجا حالا که کلیدی داره، اینو میزنید موتور خاموش میشه. اینم که کلیدش خاموش روشنه، چراغش هم از اینجا. این دکمه مشیه این صورت. خب برو بریم بچه ها، برویم برای پیدا کردن فرمون که بهتون گفتم مخفیه. خب اول سارت. خب بچه من حرف نمیزنم چون صدام نمیاد، فهم میرم اونجا خاموشیت شرمنده. بچه من حرف نمیزنم چون صدام خیلی زیاده. اگه راستی ترمز دستی بالا حواسم نیست.
بچه اینجا اون مخفیه، میاید داخل این ماشین قرازه، اینجا دادام فرمون نو پیدا میکنید. نو پس اینجا یه ماشین ترکیده، وسایل دیگه جز این نداره. بذارید داخل ماشینتون رو اشغال. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.